سلام، خیلی خوش اومدید به یکی از سری آموزش‌های برنامه‌نویسی وب. همینطور که میدونین تو این قسمت دوم از آموزش HTML قرار یک سری آموزش‌ها در مورد تگ هد و یک سری تگ‌های کلی در مورد بادی بهتون معرفی کنم. خب قبل از اینکه وارد بخش کدنویسی بشم، قراره که به شما ساختار صفحات وب رو، ساختار استانداردشون رو معرفی کنم. به این صورتی که ما یک هدر توی بالا داریم، یک ناو بعد از هدر به عنوان منو و اساید به عنوان منوی کناری که قرار کاربر ببینه. حالا اگه قرار نیست که همچین چیزی باشه میتونه نباشه، و سکشن و حالا دیو یا محتوای داخل سکشن. در انتها ما فوتر رو داریم که معمولا توی فوتر کپی رایت ها و یک سری لینک های مربوط به صفحه یا مثلا درباره ما و اینجور چیزها رو داخل فوتر میذارم. خب در مورد تگایی که توی هد استفاده میشه، ما یه سری استانداردها داریم که یکی از اون استانداردها میگه که ما باید زبون اون صفحه وبمون رو مشخص کنیم که قبل از اینکه حالا کاربر میخواد وارد بشه این تعریف بشه تا یه وقت به یک سری مشکلات نخوره. به این صورت که توی تگ HTML ما یه دونه اتریبیوت به اسم lang اضافه میکنیم و توی اون اگه فارسی FA و یه فارسی ایران هست بعد از اون یه داش IR هم اضافه میکنیم. و حالا اگه انگلیس هست میتونیم زبون انگلیسی اینجا بنویسیم و یا هر چیز دیگه ای. و در مورد تگای توی بخش هد، همونطور که میدونین ما یه بخش داریم به اسم SEO که کلیت SEO به این معناست که چیکار بکنیم که گوگل راحت‌تر ما رو پیدا کنه و یا مردم راحت‌تر بتونن ما رو پیدا کنن. برای این علاوه بر تایتل که باید مربوط به همون صفحه باشه، ما یه سری معرفی نامه در مورد صفحه‌مون نیاز داریم، مثل description. حالا به چه صورت اینو وارد میکنیم؟ به صورت تگ متا، و توی تگ متا اتریبیوت نیم رو اضافه میکنیم که توی نیم باید نوشته بشه description. و یک اتریبیوت دیگه به اسم content که توی اون محتوای description رو مینویسیم، مثلا free web tutorials. تگ بعدی دوباره متا هست، با این تفاوت که اتریبیوت name keywords هست، یعنی همون کلمه هایی که کاربر توی اینترنت سرچ میکنه تا یک محتوایی رو پیدا کنه و اگه اون تگ ها رو ما اینجا استفاده کنیم توی پیدا شدن اون صفحه از وبسایتمون خیلی کمک میکنه. به این صورت که متا رو وارد میکنیم، name داریم، content داریم، قرار شد که نیممون keywords باشه و کانتنتمون مثلا HTML، و اگه حالا یک کیورد دیگه داریم میتونیم با ویرگول یا کاما اینا رو از هم جدا کنیم، مثل HTML، CSS، JavaScript، توتوریال. دوباره متای بعدیمون در مورد آوتور هست یا سازنده، کسی که این صفحه رو نوشته حالا یا ساخته. name content به این صورت. و یک متای دیگه هم داریم که مربوط به اینه که ما معرفی کنیم برای ریسپانسیو بودن. با این حرکت ریسپانسیو نمیشه ولی باعث میشه که اون مرورگر متوجه این عمل ما بشه. خب
همینطور که میبینین محتوای این تگ کانتنت ما، همین قسمت مربوط به ریسپانسیو، خیلی طولانی شد. راه دیگه اگه دقت کرده باشین توی قسمت اول HTML وقتی که من محتوای HTML ام رو از طریق ویژوال استودیو ساختم، یعنی HTML 2.5 و تب رو که زدم، خود این ویوپورت مربوط به ریسپانسیو رو اینجا مینویسه. خب ما تا همینجا این رو نگه میداریم و زبونمون رو اضافه میکنیم و وارد قسمت بادی میشیم. همونطور که توی این قسمت به شما گفتم که سایت به چند بخش هست، میایم اینجا و این بخش ها رو هر کدوم رو جدا به جدا توی کد مینویسیم. تگ هدر داریم. طبیعتاً تگ هدر باز و بسته میشه و توی اون محتوای هدر به عنوان مثال میتونه لوگو باشه یا اسم مثلا اون وبسایت و یا هر چیز دیگه‌ای که باید حتما توی هدر و بالای سایت نوشته بشه. بعد از هدر تگ ناو رو داریم. به صورت منو باید این کار انجام بشه و میتونیم منوی خودمون رو توش بذاریم. تگ ناو رو مینویسیم، منوی خودمون رو وارد میکنیم. حالا یک نگاه به خروجی کد. همینطور که میبینید تگ هدر به نسبت اولویت کد، یعنی ما هرچی کد رو بالاتر بنویسیم خب اولویت بیشتری داره و به ترتیب هست. تگ هدر رو نوشته و بعد از اون ناو. چیزی که اینجا میخوام بهتون بگم اینه که ما یه وقت اگه تگ هدر رو پایین بنویسیم توی خروجی این کار انجام میشه، یعنی اون هدر ما میاد پایین و انگار هیچ اولویتی این تگ ها به هم دیگه ندارن. پس اینا واسه چیه دقیقاً و چرا همچین کاری انجام میدن؟ علتش اینه که اون گوگل یا حالا هر انجین دیگه‌ای که میاد وبسایت ها رو به کاربر نشون میده بتونه راحت‌تر محتوای سایت رو متوجه بشه. ولی خب حالا با پیشرفت علم این کار رو خود اون وبسایت انجام میده، خود گوگل انجام میده و سعی میکنه که وبسایت ما رو درک کنه. با این حال این روند کدنویسی تمیزتری هست و توی وبسایت ها و اکثر وبسایت ها این روش ها انجام میشه که حالا سعی بر حفظ سئو داره. ولی خب شما میتونین کل محتوای سایت رو بر اساس دیو پیش ببرین و کل محتوای خودتون رو توی اون دیوا بذارید. و بازم میگم توی خروجی هیچ تأثیر خاصی نداره. بعد از تگ هدر و ناو ما تگ سکشن، تگ اساید، تگ بادی، تگ دیو و تگ فوتر رو داریم. خب فوتر رو که اکثر مردم باهاش آشنا هستن، همونطور که گفتم محتوای پایینی سایت، کپی رایت، قسمتی از منو، لینک های خیلی مهم، تماس با ما و اینجور چیزا میتونه باشه. سایت هم منوی کناری، سکشن و دیو هم محتوای اصلی سایت و ناوبار و هدر هم که توضیح دادم. خب بعد از اینها ما باید بریم سمت اینکه یک لیست رو چطوری توی حالا محتوامون بنویسیم. خب ما دو مدل لیست داریم، لیستی که مرتب شده و لیستی که به صورت نامرتب. حالا این اصطلاحش توی کده. نامرتب یعنی چی؟ یعنی اینکه به حروف الفبا یا به صورت مثلا اعداد نوشته نمیشه.
که با UL این لیست ما ایجاد میشه و زیر مجموعه اون لیستمون مثلا میخوایم بنویسیم HTML، زیر مجموعه اون لیست باشه CSS یا مثلا جاوا اسکریپت. همینطور که مشاهده میکنین این به صورت دایره‌ای شکله. حالا ما فرمت این رو من جلوتر بهتون میگم که چطوری عوض کنیم و مثلا از دایره تبدیل بشه به مربع و حالا شکل‌های دیگه، حالت‌های دیگه. کلیت کار الان اینجا هست که این لیست به صورت نامرتب اینجا نوشته شد و اگه بخوایم نه این لیست به صورت اعداد نوشته بشه، ما UL رو تبدیل میکنیم به OL، یعنی ordered list. خروجی کارم که میبینیم اینو میشه از اعداد یونانی، حروف الفبا و حالا برعکس از چه عددی شروع بشه و غیره. حالا اینا رو کاستومایز کرد. گام بعدی اینه که ما یک جدول درست کنیم و بتونیم محتوامون رو داخل جدول بذاریم. خب همونطوری که از اسمش پیداست ما یک جدول داریم که میشه همون تیبل و اون تیبل یه دونه TR داره. یعنی چی؟ یعنی تیبل رو، هر خط اون تیبل. و توی اون TR ما میتونیم TH یا TD بذاریم که حالا TH یعنی هدر تیبل و خب معمولا عنوان هدر رو بالای جدول میذارم. مثلا ردیف TH بعدی میتونه نام باشه، مثلا به عنوان یا زبان برنامه‌نویسی باشه و میریم توی رو بعدی TD رو باز میکنیم، ردیف اول، دوباره TD، زبان برنامه‌نویسی هم مثلا HTML. خروجی کار به این صورت در میاد: زبان برنامه‌نویسی، ردیف 1، حالا HTML. توی قسمت بعدی قراره که تمرکز بیشتری روی ordered لیست ها و on ordered لیست ها داشته باشیم و همچنین میریم سمت فرم ها. حالا فرم ها چی هن و به چه دردی میخورن توی قسمت بعدی باهاش آشنا میشیم. در کل چیزی که شما باید بدونید در مورد جلسه بعدی، ما میتونیم یک صفحه ورود، ثبت نام و مشابه همچین چیزی رو طراحی کنیم و بعد از اون وارد بخش CSS و تغییر استایل و ظاهر کدمون میشیم. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو ما رو تماشا کردین. اگه خوشتون اومده و از تو آپارات دارین رو مشاهده میکنین، کانال رو لایک و دنبال کنید و اگه توی یوتیوب هستین کانالمون رو سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.